محسن سلام. میگه یه رای دارم تو نداره، قابل عزمان نداره. اویو بدم اولو بیا، اویو ندم، اویو بدم اویو ندم. خیلی متشکرم، ممنون، مرسی، خیلی ممنون، خیلی ممنون. این شعری بود که در آستانه انتخابات به ذهن بزرگ و شاعرانه غلامرضا قیانوری زد. خیلی متشکرم. اینقدر اینجا شلوغه که صدا به صدا نمیرسه. من اعلام کردم که خانه‌داری هم یه شغل مقدسی است. ما به بانوان خانه‌دار حقوق پرداخت خواهیم کرد و خانه‌داری رو یک شغل محسوب می‌کنیم. آقا داشت نگردم ما پیاده میشیم. داشت من فیلم برداری کن، من فیلم مصاحبه با این حرفی که آقای رضایی زد همه رنگای منو برد سمت خودش. من 30 ساله بیکارم، 30 ساله. با این برنامه‌ای که آقای رضایی دادن خب میرم خانه‌دار میشم، یه حقوقی هم میگیرم. خود آقای رضایی هم من خودم پیشنهاد میکنم بعضی که تو انتخابات شکست خوردن ایشون هم خب بیان خانه‌دار بشن، جفتمون با هم یه شراکتی یه دکور دو نبش خونه‌داری با هم دیگه باز میکنیم. خیلی متشکرم. داشت این حدا پیاده میشیم. خیلی ممنون. آقا خدا بد نده، شما اینجا چیکار میکنید؟ بد نبینی. والا بنده سکته کردم، مردیدم. بله. روحتون شاد. علت مرگتون چی بودی؟ والا بنده سر و مرو علی گنده بودم. بعد از اینکه این دامه رفسنجانی رو که دیدم که عظما رو دراز کرده احساس کردم خودم هم باید دراز بیفتم. پس تکلیف انتخابات چی میشه؟ جمهوری اسلامی فکر اینجاهاش رو هم کرده. یک حوزه انتخاباتی در مورد شورخانه زدن که روح پرفتوح بنده همونجا رای میدهد. رای بدید، رای بدید، رای بدید به ما. رای بشو مسکولی مقام عزما، مقام عزما شده حالا دلا قیانون پر واحد خبر. خیلی متشکرم.